نصب بشه. اینستال رو میزنم. خب اجرا. دقت کنید که VPN تون همیشه خاموش باشه و داده های خط یا وای فای تون روشن باشه. از الان پیشنهاد میکنم که وای فای تون رو روشن کنید و وصل بکنید به وای فای خونتون. خب وقتی وارد این صفحه شدین شما روی ریجستر کلیک میکنید. کشوری که میگه انتخاب بکنید و روی ایران نذارید و حتما خارج از ایران بذارید. مثلا افغانستان بذارید یا مثلا آلمان بذارید. هر کدوم خودتون راحت ترید. چون ایران تحریمه و ثبت نامتون توی ایران نمیذاره، اجازه نمیده در واقع ثبت نام بکنید. ثبت میکنیم تا کشورها رو بیاره. خب روی افغانستان کلیک میکنم. ایمیلی که نیاز دارید و در واقع واسه ثبت نام کردن اینجا وارد میکنید و بعد از اینکه وارد کردین پسورد واسه برنامه انتخاب میکنید و همون پسورد رو تکرار میکنید. من چون یک بار ثبت نام کردم با ایمیلم اجازه به من نمیده. زمانی که این کارو کردید روی نکست زدید یه پیغام به شما میده، میگه که آقا من یه ایمیلی واسه شما ارسال کردم داخل ایمیلتون. شما میرید اونجا و گزینه وریفای رو میزنید که تایید بکنید این ایمیل منم و هیچ شخص دیگه ای نیست. و زمانی که تایید شد وارد این صفحه ویلکام میشید. دوباره کانتریتون رو روی افغانستان میذارید و ایمیلی که اونجا وارد کردید و اینجا وارد میکنید. پسوردی که اونجا وارد کردید و وارد میکنید. و بعد لاگین میکنید. خب زمانی که وارد صفحه بشید هر مجوز از شما خواست اونو وارد میکنید و مجوز رو بهش میدید. وقتی شما وارد میشین با این صفحه شما روبرو میشید. زمانی که وارد شدین این هم دقت بکنید اگر مودمتون دو بانده هستش، یعنی 5 گیگاهرتز و 2.14 گیگاهرتز هستش، حتما روی 2.14 بذارید و 5 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز اصلا وصل نشید. خب روی به علاوه کلیک بکنید، وای فای کامرا رو بزنید، next وای فای که انتخاب خب وای فای که شما کانکت شدید خودش میاره، فقط کافیه که پسورد مودمتون رو وارد بکنید. اوکی رو بزنید. خب دوربین رو روشن بکنید و بذارید تا دوربین کامل بوت بشه. این صفحه از ما چی میخواد؟ حالا تا زمانی که دوربین داره بوت میشه من این صفحه رو بهتون بگم چیه. این صفحه میگه که من یک QR کد واسط میارم. بله یک QR کد واسط میارم و اون QR کد رو جلوی دوربین بگیر تو فاصله 25 تا 35 سانتی متر تا اونو کامل اسکن بکنه و بعد کانکت بشه. خب نکست رو میزنم. خب QR کد رو جلوی دوربین قرار میدم تا کامل اسکن بکنه. ثبت میکنم تا دیوایس رو انتخاب بکنه و اضافه بشه. بله از من میخواد که یه اسم واسه دیوایس هم بذارم، به صورت مثال من میذارم ببین روم مثلا، یا حالا هر چیزی که خودتون خواستی. سیو رو میزنم. خب اینجا چند تا سوال از من میپرسه. اولین سوال میگه که کجا من ذخیره بکنم، کجا ذخیره کنم، چجوری، چه حالتی باشه. خب حالتش که میتونه رو اولی باشه. یعنی چی؟ یعنی پشت سرم ضبط کردن 24 ساعت شبانه روز. گزینه آلارم میگه که هر موقع حرکت دیدم فیلم برداری میکنم. بهتره گزینه پایینی باشه ولی خب دیفالت خودش روی اولی. نکست. این گزینه میگه که آلارم پوشم چجوری باشه، آن باشه یا آف. یعنی چی؟ یعنی اگر حرکت دیدم ازش عکس بگیرم سری واسط بفرستم آلارم بهت بدم یا نه. میگیم بله حتما این کارو بکن. کامپلیت.
خب روی پلی کلیک میکنم. اوکی. خب این همش لیتر بزنیم. next complete و اینم هیچ. خب با این صفحه روبرو میشیم. من چون دوربینم در واقع 2 لنز هستش، یه لنز ثابت دارم، یه لنز چرخشی که میتونم حالا با کشیدن مثلا دستم به سمت چپ دوربین رو بچرخونم